سلام بچه ها، ببخشید یه ذره دیر شد. ما یه ذره شدیم. حالتون چطوره؟ احسن. میبینم که امروز اومدن سر کلاس بچه ها. خیلی هم خوب. آقا امروز بیس و دایمنشن و ساب اسپیس و وکتور اسپیس داریم. خب و اینا یه سری از دیگه از جواب اینا واقعا مهمن. اصلا حالا علاوه بر سختیش و نمیدونم آسونش تو اینا، این بیس و دایمنشن تا تش با همونه. خیلی مهمه، یعنی توی نومریکال هم بعدا به درد بخوره. یعنی اینا رو باید خوب یاد بگیریم. ساب اسپیس که بلدین، حالا وکتور اسپیس زیاد سخت نیست، همونه دیگه. همون ساب اسپیس یه دو تا ویژگی اضافه تر داره.
ولی در کل این بیس و دایمنشن خیلی مهمن که اینو باید خوب یاد بگیرید. خب این سوال اول چی میگه؟ سوال اول اومده میگه که compute the bases and the dimension of following subspace of Rn. اینا هر کدومشون یه ساب اسپیس یعنی دیگه. خب من اگه اینو عوض کنم اینجوری کنم بعد این سیاه بشه، خب این یه لینیر اسپنی از این چیزیه که ساب اسپیس هست. حالا لازم هم نیست حتما چک کنیم که این واقعا ساب اسپیس یا نه، وقتی خودش داره میگه هست دیگه. ما جلسه قبل اینا رو چک می‌کردیم ولی بعدی هم که حالا یه سری شرط شروع داره اونا رو ببینیم حالا سراغ. ولی در حالت اول اینا می‌بینید سه تا چیزن دیگه، سه تا چی میگی، سه تا وکتوره. خب بعد اینا رو ما چجوری میتونیم بیس بودنشون تشخیص بدیم؟ بچا بیس ها دو تا ویژگی دارن. یکی اینکه لینیرلی ایندیپندنت هستن. خب یعنی چی؟ یعنی از همدیگه ترکیب نمیشن. و اینکه اون ساب اسپیس ما رو جنریت میکنن. جنریت کردنش که رو هوا معلومه. خب اینا احتمال خیلی زیاد، حالا سه تاشون نه دو تاشون دیگه جنریت میکنه دیگه. ولی حالا از کجا بفهمیم که کدوماش به درد بخورن؟ اینو دیگه بعد بریم سراغ ماتریس. این همه ماتریس خوندیم اینجا به دردمون میخوره. یعنی میای 1 2 3 اینا رو میذاریم مینویسیم زیر هم، 4 5 6 7 8 9. این ماتریس ما، اینو باید استپ ردیوس کنیم. اینم که دیگه هزاران بار دیدیمش. سومی منهای دومی منهای اولی این میشه 3 3 3 0 0 0. تازه اینو همینجا من 0 0 0 1 1 1 هم میکنم، 1 2 3 و تمام. حالا مثلا یه حرکت دیگه هم میشه زد که اینو در نهایت بکنیم مثلا 1 1 2 1 1 2 فکر کنم که چجوری میشه. میخوام پایینیه رو 0 0. دو فکر کنم. بگو کی بود صداش با کرد؟ من بودم مام. 0 1 2. 0 1 2 این میشه داشتی 0 1 2. آره یعنی 1 2 3. حالا بازم میتونیم دیگه، نه دیگه نمیخواد کثافت کاری کنم دیگه، همین بسشه دیگه. حالا از رو این ببین چی معلومه. این الان دو تاش به درد خورد دیگه. میبینی این الان این دوتا به درد خورد. پس این دوتا میشن بیس ما. یعنی این دوتا رو میتونیم بگیم که بیسن. پس الان مثلا 1 2 3 و 0 1 2 مون میشن بیس. آقا دایمنشن چیه؟ دایمنشن میشه تعداد بیس ها. پس دایمنشن این اسمش چیه؟ اسمم نداره. حالا مثلا این میشه 2 دیگه، چون 2 تا بیس داره. این یکی هم. خب آقا این از این. بعد بریم سراغ دومیه از اون مدلاییه که جبریه دیگه. میبینی این شکلیه. چی هم هست؟ یه دونه نمیتونیم بگیم چیه دیگه، چون که 4 تا مجهول داره. 3 تا بود میگفتیم صفحه‌ای فلان چیز. ولی الان نگاه کن، من میام یکیشو بر حسب بقیه مینویسم. میام چیکار میکنم؟ یکیشو بر حسب، یعنی میگم x مساوی y منهای z به علاوه t. خب بعد حالا سوال y چیه، z چیه و t چیه؟ خب y z t. خیلی تاثیرگذار بود نه؟ اینا همش همون است. بعد حالا اینا با هم میشن یه ماتریسی دیگه، نه؟ اینا میشن یه ماتریسی. چه ماتریسی؟ ماتریسی که ببین اینا این 4 تا عضو این ساخته بشه، این x y این z اینم t. خب این از حالا شما بگید من مینویسم. این x چی داره؟ هیچی. صفر x نداره. اینم که x نداره، اینم x نداره، اینم x نداره. کلا x که صفر سیستمش. ولی این یه دونه y داره، یه دونه منفی یک z داره، یه دونه t داره. قبوله؟ این از بعد عرضم به حضور شما که آره خب بعدی چی میشه؟ ایگرگش هم که یه دونه ایگرگ این 0 0، زدش یه دونه زد 0 0، تی هم که تیه یکه میشه 1 0 0. خب نگاه کن اینم 3 تا بیسش در اومد دیگه. اینم 3 تا بیسش در اومد. این 3 تا بیس. حالا یه لحظه من فقط همینجا میخوام برم ببینم این بیسایی که ما در آوردیم با این سوال یکی یا نه. این 1 1 0، اون 1 1 0 0 هم که داره، 1 0 منفی 1 داره. خب این فقط یه ضرب منفی شده دیگه. اینو فقط ضرب در یه منفی کرده. دیدی فقط فرقش این بود که اینو ضرب در یه منفی کرده. این پایینیه، این ضرب در منفی. هیچ فرقی نمیکنه دیگه. الان مثلا شما
فضای سه‌بعدی تو میخوای با آی جی کا درست کنی یا با منفی آی جی کا، مثلا همونه دیگه، سه تاشون بیسن. دایمنشنش چنده؟ تیری. این تیری. خب آقا از اینجا به بعد یه ذره چیز ماجرا میره بالا. خب ببین این سومیه اومده میگه که ضرب داخلی V با 1 و 1 بشه 0. خب این اولا که خب ما اینو میفهمیم، مثلا جبریشو میفهمیم، هندسیشو میفهمیم که این میگه این دو تا باید عمود باشه. خب این به دردمون نمیخوره دیگه، فقط یه مروری باشه که اینو الان گفتم. ولی الان ما اینو که بخوایم حساب کنیم چجوری میشه؟ میایم به جای یه چیز مینویسیم x و y و z، بعد این 1 اینا هم باید دات بشن دیگه. خب دونه دونه با هم، یعنی اینا با هم دیگه ضرب میشه، یعنی میشه x به علاوه y به علاوه z مساوی 0. خب دیگه بازم روز از نو روزی از نو، دوباره مثل همون یا رو اون وریه باید اینو درستش کنیم. یعنی x میشه منفی y منهای z، بعد ارزم y میشه خود y، z هم که میشه z، این یا رو چیزش هم میذاریم x و y و z. این x نداره، اینم x نداره، اینم x نداره. به x میگفتیم چیز دیگه، نه به x نه، به الان به y و z میگن فری وریبل، اگه یادتون باشه. نه درست میگم؟ این دوتا میشدن فری وریبل دیگه. بعد y این یه دونه منفی y داره، اینم یه منفی y داره، این یک داره، صفر داره، صفر داره، یک داره. اینم دوتا بیسش که در اومد، دایمنشنش هم که 2. خب آخریه چی؟ آخریه بالتره دیگه. آخریت ببینیم میتونم اینجا جا کنم. این آخریه. آقا آخریه بچه‌ها نظری ندارید؟ یه نظر ندارید حداقل بگید که چه کنیم اینا چجوری حل بشه؟ یه ذره روش فکر نمی‌کنید؟ ضرب خارجی رو چجوری حساب کنم تو اینا؟ فکر کنم اگه ضرب خارجی اون بخواد صفر بشه باید این دوتا موازی باشن دیگه، ضریب هم باید باشن. آره اینجوری پروپورشنال باید باشه. اون که درست. خب ولی بیا چیز کنیم. ببین آره شب این از اینی که میگی اصلا سوالو همینجوری میشه حلش کرد. یعنی میای میگی که بیسش همون 1 و تمام. خب این که میگی خیلی خوبه، تو تست میزنه. ولی میگم بیا حسابش کنیم دیگه. نه میتونیم حسابش هم بکنیم دیگه. مثلا بیایم این آی جی کار اینجوری بذاریم، آی جی کار رو، بعد این x y z رو مثلا، بعد این 1 رو بذاریم، بعد اینو که بخوایم مثلا حساب کنیم دترمینانشو، میشه یه دونه وکتور ستایی، سه تا جا داره. اولیش میشه y منهای z دیگه، نه این y منهای z. دومیش میشه x منهای z که یه منفی داره، میشه z منهای x. این از این آخری هم که میشه x منهای y. بعد حالا اینا باید مساوی صفر باشن، صفر 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 در واقع دیگه، یه بردار صفر باید باشه. خب این اولی اگه مساوی صفر باشه یعنی x مساوی z، y مساوی z، بعد اون z مساوی x، اون یکی هم که x مساوی y، یعنی همه با هم مساویان. میتونی بیای بنویسی مثلا x مساوی x، y مساوی x، بعد z هم مساوی x، بعد دوباره همون چیزا رو که بنویسی، اون ماتریس که من اون مدلی مینویسم و بنویسی، یه یک در میاد که این میشه کلا بیس. حالا مهم نیست این وری مینویسی یا اون وری مینویسی، ولی حالا در نهایت دیگه همچین فضایی 1 و دایمنشنش هم 1. این خب میگه که چجوری حرف میزنی با زبان. خب 72 میگه که compute the bases and the dimensions of row space R column space R and kernel R one of the following. خب اینا رو ببین، اول اصلا ما جلسه قبل اگه یادتون باشه اینا رو حساب کردیم، همه این یارو چیزاشو، بیس و رو اسپیس و کالم اسپیس و کرنلای دقیقا این دوتا اولیه رو حساب کردیم. اون آخری حالا جدید حداقل. بعد ارزم به حضور آخری هم همونه دیگه، اینا ضرب در منفی کنی میشه همون. بعد اینا که حالا حساب کردیم میگه اینا هر سه تاش یه فضایی ان دیگه. خب
هر سه تاشو حالا میگه بیا برو برام هم بیساشو بگو، هم چیزاشو، هم دایمنشناشو. همین زیاد سخت نیست دیگه، دوباره بنویسیم اینا رو. این اولی مثلا میشه روی اسم همش هم بذاریم رو اسپیس چی میشه؟ خودش استپ ردیوس شده است دیگه. رو اسپیس هم هست یه دونه و دوتا، دوتاش هم لازمه. صفر مثلا، یه دونه هم 0 1. بعد این از این بیساش هم همون دوتاست دیگه، دوتاش هم خودشون بیس. حالا اینایی که اینجوری رنگی میکنم اینا بیسن. دایمنشنش هم که میشه 2. خب پایینیه اوضاعش فرق میکنه دیگه. خود کالم اسپیس در حالت کلی این ال اینجا می نویسم من. این لینیر مپ 1 و 1 میشه، لینیر اسپن 1 و 1 میشه و 1 و 1 که ما اون 1 و 1 دیگه به دردمون نمیخوره، همونه دیگه، این همونه. بعد بیسش میشه همین قرمزی یه دونه. بعد دایمنشن هم که 1. آخری هم باز اوضاعش از همین قراره دیگه. این مثلا من چرا برگشت رو حساب نکردم؟ آها، بیا بذار همش رو بنویسیم دیگه، یا بذار ننویسیم بچه وقتمون گرفته میشه. بیا بریم تو جوابش. اینا دیگه ساده است دیگه، اینا دیگه بعد الان بتونیم حل. اینا ببین، این که مثلا اولیه است، ببین این ماتریس اولیه، این دوتاش استپ ردیوس شده، دوتاش هم اوکی برامون لازمه توی بیس، دوتاش شده بیس. از این وری یعنی کالماش هم همینطور، کالماش هم این دوتاش اوکی، همش دوتاش هم بیسه. کرنلش میشه 0 دیگه. کرنلش چجوری میشه 0؟ اولیه ضرب در x و y میشه x مساوی 0، اون یکی هم میشه y مساوی 0. خب دوتاش 0 یعنی 0 و 0 میشه این کرنل ما. بعد دومی هم بیاد. دومی اینجا اومده این رو اسپیسش نوشته، یکیش به دردمون میخورده. کالم اسپیس هم همینطور، دایمنشناشون هم یکه دیگه، اون بالا هم دایمنشناشون 2 بود. بعد کرنلش هم که حساب کرد، کرنلش هم که یعنی پایینی میشه 0 0 1 0 0 اینجوری میشه. بعد x به علاوه y مساوی 0، x مساوی منفی y و این اون ماتریسه رو دوباره مینویسه دیگه، یعنی منفی 1 و 1 میشه، یا برعکسش میشه اون بیس ما تو کرنل. آخری بیا، آخری هم که باز مثل همون بالایی هست دیگه، میگم یه منفی زیرش ضرب کنیم همش میشه همون. یعنی این دوتا فقط بسه. کرنلش هم که دوباره کرنلش فقط یه منفی نداره دیگه، اون 1 و منفی 1 بودیم، 1 و 1. این هم هست. بریم سوال بعدی. سوال 73 میگه که compute the basis and the dimension of row space matrix identity column space identity kernel identity where in is the identity matrix. خب اینا که دیگه خیلی آبکیه دیگه. شما رو اسپیسات من فکر کنم جلسه قبل نوشتم دیگه، اینا رو اسپیسش چی میشه؟ رو اسپیسش میشه یه RN، یعنی شما همش اینجوری 1 0 0 0 0 داری، بعد 0 1 0 0 0 0 داری. اینا همشون هم با هم دیگه چیزن دیگه، همشون هم بیس ما هستن. کرنلش هم که کلا میشه 0، یعنی این کرنلش میشه 0 کلا. اونا هم که ما به اینا به این بیسایی که آیدنتیتی رو درست میکنه یه اسمی میدیم. اسمش چیه؟ چی بیسز علی جون؟ علی چی بیس اسمش یادته؟ احسن. حالا کرونیکال بیس این هست. یعنی چیز سختی نیست یکیش یکه بقیه‌اش 0. مثلا اگه بگیم E1 یعنی اولیه که بقیه‌اش 0. اگه بگیم E2 یعنی مثلا اینجوری میشه 0 1 0. یعنی همچین چیزی عجیب غریب نیستش. بعد مثل آی جی کام میشه. آی جی کام هم اینان دیگه. آی جی کام میشه 1 0 0، آی میشه آی 1 0 0، جی میشه 0 1 0، کام میشه 0 0 1. خب 7 4 میگه if possible find the basis of یه چیزی داد، یه ساب اسپیسی داد و میگه که containing the vectors. میگه میدونی چی میگه دیگه؟ اومده میگه که من این ساب اسپیسی که دارم، خب این وکتور اسپیسمون رو داریم، بعد بیا بیس پیدا کن برام، بیسایی که اینایی که گفتم هم توش باشه. خب یعنی اینا باید توش باشه. بعد اولیه رو نگاه کن. اولیه میگه مثلا 1 منفی 1 0 0.
ما گفتیم بیس ها چند تا ویژگی دارن؟ 2 تا ویژگی دارن. یکی اینکه باید الای باشن. الای یعنی لینیرلی ایندیپندنت باشن، یعنی از همدیگه ساخته نشن. خب اینا اینجا میتونیم قشنگ تشخیص بدیم دیگه، چون این دوتا صفره قشنگ میتونیم بگی که اینا با هم دیگه لینیرلی ایندیپندنت هستن. ولی اگه یه درصد شک کردی، متوجه نشدی که اینا الای هستن با هم دیگه، میری میذاریشون تو ماتریس، اسم ردیوس میکنی. اگر رو صفر داد، پس اون رویی که اون آخر بود، اون رویی که صفر شده، اون چیز بوده، اون لینیر کامبینیشنی از بقیه بوده و اون دیگه به درد ما نمیخوره، اون بیس نیست در واقع. بعد این خب پس این دوتا حالا الای هستن. حالا الای هستن کافی نیست دیگه، الای هستن. بعد ما فضامون رو اگه دقت کنی این R4 دیگه، R4. بعد ما اینجا نگاه کن، مثلا x رو ببریم اون ور بشه منفی y، منفی z، منفی t. خیلی منطقیه که 3 تا بیس داشته باشه دیگه، نه؟ این با 3 تا بیس الان ساخته میشه این سیستممون. و بعد یه بیس دیگه داشته باشه. مثلا شما این دوتا رو اگر ضرب خارجی بکنی، میتونید یه بیسی در بیارید، یا اینکه مثلا همینجوری اصلا برای خودتون بنویسید، یعنی یه چیزی باشه که فقط با اینا الای باشه و همین، فقط الای باشه، همین، هیچ چیز دیگه واقعا لازم نداره. حالا مثلا من میگم، مثلا شما میتونی بیای بذاری اینو مثلا 0 1 منفی 1 0. حالا مثلا این میشه دو، همینا یه منفی بذاری توش میشه. ولی این دوتاش باید صفر باشه دیگه، چون که این باید تنها باشه. این اولی هم که این دوتا یکن، با هم یکیشون میره، یکیشون باید تنها باشه. این سوال اولیش، این که زیاد کار خاصی نیست. دومیه رو نگاه کن. دومیه چی میگه؟ دومیه اولی چیزی که چک کنیم ببینیم خود این دوتا با هم دیگه سیستمشون چیه، نه؟ خب این دوتا الان الهی هستن یا نه به نظر اساتید؟ نه. چرا؟ آقایون خانم‌های فیلمبردار، اینا چرا با هم نیسته؟ میتونی بسازیش. چجوری میتونم بسازمش علی؟ ضرب در منفی شده دیگه، نه؟ ضرب در منفی 1 شده. ها پس این دوتا با هم اله. یعنی شما نمیتونی یه چیز بیاری، یه بیسز بیاری که این دوتا با هم یه جا باشن، بعد یکیش باشه. خب بعد یکیش باشه. بعد اینا اصلا نمیشه، برای اینا این نمیتونیم بیسزی بنویسیم که این دوتا توش باشه. خب حالا میمونه آخریه یه دونه وکتوره دیگه، آخریه یه دونه وکتوره. بعد اینو میتونیم چیکارش کنیم؟ بعد بگردیم 2 تا وکتور که توی این معادله هم صادق باشه، پیدا کنیم که لینیر کامبینیشن از این نباشه مثلا. درسته؟ مثلا همون 2 تا گزینه اول رو نگاه کن، به نظرت همونا خوب نیست؟ این 2 تا که اینجا بودن، همین 2 تا رو بذاریم تنگش دیگه. یا اینکه اصلا مثلا اینجوری بیا بگو، مثلا اینو بده 1 0 منفی 1 0 که اونجا هم درست بشه. میدونی اونجا کجا دیگه؟ اینجا رو دارم میگم، اینا باید صفر بشن. صفر، این دو تا صفر که صفرن، 1 و منفی 1 هم که صفر. بعد یه دونه مثلا 0 1 0 منفی 1. حالا اینو من میدونم که اون بالایی رو نمیسازه، ولی اگه شما شک دارید مثلا میتونید برید امتحان کنید. ولی خیلی ساده هم هست دیگه، چون که شما این دوتا رو ضرب در هر چی میکنی، مقدارشون به یه اندازه میره بالا. خب اون وقت این 6 این 2، خب نمیشه که شما اینا ضرب در چی میخوای بکنی که مثلا 6 و 2 رو یهو بسازه؟ یکی ضرب کنی، یه چیزی ضرب کنی تو یک که مقدارش هم بشه 6 هم بشه 2. نداریم دیگه. و اینا با هم دیگه الهی هم هستن. اینا هست. روال بچه سوال که ندارید. من جعل میکنم میرم. آره. سوال ندارید. خب آقا سوال 7 5. سوال 7 5 میگه prove that اثبات. میگه prove that if v زیر مجموعه w باشه، w زیر مجموعه rn باشه، اینا هم سابستی از rn باشن، باز then dimension v کوچیکتر مساوی دایمنشن w. بچه این خیلی واضحه دیگه، این خیلی واضحه. یعنی شما اگر یه فضایی داشته باشی که یه فضای دیگه توش باشه، اون وقت بیس های فضا کوچیکه یا باید دقیقا مثلا برابر باشه با اون فضای تعداد بیساش، یا اینکه کوچیکتر باشه دیگه، نمیشه بیشتر باشه که. شما مثلا فرض کن یه خط داری، یه صفحه.
خب الان این خطه یه دونه بیس داره، اون صفحه هم 2 تا بیس داره دیگه، نمیشه که تعداد بیس های خط هست و صفحه مثلا بیشتر بشه. بعد صفحه هم مثلا توی اون فضاست، میدونی توی اون صفحه خط هم توی اون صفحه است. یعنی این مثال ریزش بود دیگه، با یه دونه به یکی و 2 تا بیس. ولی خب حالا بیا بریم تو جوابش. 7 ببینیم چی میگه. 7 اومده میگه که خب اینا اگه زیر مجموعه هم دیگه باشن، این تعداد n تعداد بیس داره اون v. خب این است. بعد حالا میاد 2 تا قسمتش میکنه. اگه این 2 تا با هم برابر باشن که خب حالا دایمنشناشون با هم برابره، این که خیلی واضحه. اگر زیر مجموعه هم دیگه باشن فقط، یعنی با هم برابر نباشن، میگه وجود داره یه بیس دیگه ای که خب اضافه شده به وی که الان اینا چیز دیگه یه بود رفته بالاتر، مثلا یه چیز دیگه میاد اضافه میکنه. یعنی میگه این وی یکم که توی این نبود، توی اون بیس قبلیمون، پس این میاد این وی رو اینجا اضافه میکنه، میبینی؟ بعد اینا بعد لینیری ایندیپندنت هم که هستن، چون اینجا نبود لینیری ایندیپندنت هم هستش. بعد حالا میاد میگه که این شد خب خود کل وی. بعد این وی n به علاوه یکی بیس داره دیگه، میبینی؟ اون یکی هم که n تا بیس داشت. خب n همیشه از n منهای n به علاوه یک کوچیک‌تره دیگه. این هم از یعنی به همین سادگی اینم اثباتش خیلی واضح بود، اثباتش هم لازم نداریم. این از 7 6 آقا. 7 6 دیگه مهمه دیگه بچه. 7 6 دیگه مهمه. میگن یکیشون خیلی خوبه، اینه امروز ایشون خوبه. ببین میگه determine whether the following sets with the natural operation are vector space over R. ها اینا رو بعد ما ببینیم وکتور اسپیس هستن یا نه. خب وکتور اسپیس بودن 2 تا شرط داشت دیگه. شرطش چی بود بچه‌ها؟ ساب اسپیس بودن. شما بگید حالا 2 تا شرط، کلا 3 تا شرط بود. داشت 3 تا بود، 3 تا بود در واقع. 3 تا. یکیش خیلی زیاد چیزی نبود، یعنی معمولا همه داشتن. ها S1 S2 چیه؟ علی نگو شما، بذار ببینم بقیه بلدن مثلا. همجوری شانسی بذار ببینیم بلده کسی. مثلا اینکه یا بلد نیستین، یا حوصله نداریم بنویسین، یا اینکه دکمه ضبط زدین رفتین. یعنی من واقعا دلم میخواد اون کسی که ضبط میکنه و میره رو وقتی که دوباره داره ضبط شدهش رو نگاه میکنه و من این حرفو این تو کلاس زدم ببینم که اون موقع چه حسی پیدا میکنه که من میگم ضبط میکنی میری. اون خوب. حالا آقا بیا اشکال نداره. این یکیش اورجین، یکیش S1 S2. S1 میگه جمع 2 تا برداری که توی ساب اسپیس من هست توی ساب اسپیس من دوباره باشه. این یکی. S2 میگه اگر من یه عدد دلخواهی رو توی R ضرب کردم توی یه دونه وکتوری، اون وکتور هم باز دوباره توی ساب اسپیس هم باشه. این از این. پس حالا میریم اینا رو دونه دونه چک میکنیم دیگه. اولیه رو نگاه کن. اولیه که خب چیزو داره، اورجینو داره. صفر بریم صفر میده دیگه. این که این اشکال روال. حالا اگر که مثلا شما بیا یه P1 رو با P2 جمع کنی، یعنی بیا بگی که این P1 به علاوه P2 بشه. خب این P1 P2 هم باید بهش صفر بدیم دیگه. باید بهش صفر بدیم. بهش صفر بدیم میشه صفر دوباره. می‌بینی؟ یعنی این P2 جدا میشه صفر، P1 هم جدا میشه صفر و دوتاشون با هم میشن صفر. یعنی مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. هر عددی هم شما ضرب در این بکنی همونه باز دیگه داستان. چون که وکتور اسپیسه، چون که این چیزش این شکلیه، این لاندا P1 مثلا که بازم چون صفر میدیم بهش میشه صفر. یعنی اینو صفر میکنه، پس صفر ضرب در لاندا هم که میشه صفر. این هم هست. این دوتا رو داشت. پس این دوستمون وکتور اسپیس. دومیه یه ذره داستان دیگه، یعنی همه اولش معلومه. یعنی الان اورجینو نداره دیگه. شما این صفر رو نمیتونی توی این نیست، صفر نیست. یعنی شما صفر بعد میدادی بشه صفر، ولی این صفر نیست. یعنی صفر میدی یک میشه. خیلی واضحه دیگه. این صفر خودش صفر شده. این از حالا بعدی یه ذره بهتر میشه دیگه. بعدی رو نگاه کن. بعدی مشکلش چیه؟ بعدی رو ببینم متوجه میشه مشکلش چیه. این سوال.
یه چیزی رو بگم قبلش دیگه، این R3X که اینجا می نویسه یعنی یعنی یه فضایی که حالا اینجوری ساخته شده، یک X X2 X مثلا 3 تا XN. خب بعد الان وقتی میگه که مثلا اورجین باشه، باید این حواست به این باشه دیگه. خب ببین این بذار علی بنویسه. دو صفحه متن نویسی تو انگلیس. چون مشتق تهش همیشه یه عدد میمونه، حتی اگر صفر بدیم برای اثبات اورجینش. نه فکر کنم به زبان بی زبانی داره همین چیزی که من میخوام بگم. میگه که این یک داره دیگه، هر چی بنویسیم یه یکی داره بچه‌ها. بعد خب یکه این ایکس مون پس میشه یک اینجا، این یک از توش در میاد دیگه. بعد عدد میشه هیچی به هیچی دیگه، صفر بدیم صفر در نمیاد ازش. اگه که اینم پس اینم به دلیل همون بالاییه، دقیقا دلیلش همون بالاییه، صفر صفر رو نداره. وایسا ببینیم. نت هم رفت اولی رو دوباره چشم، بذار همش بگیم یه دور بعد میریم اول چهار. خب بعدیه میگه چی؟ یه R22 آقا دترمینانش میگه بشه صفر. خب آقا شما میدونید که اگر مثلا دترمینان آ رو بردارم با ب جمع کنم، خب بعد حالا از این ور دت آ هم صفر باشه، دت بی هم صفر باشه. خب این به نظر شما این چیزی که اینجاست هم صفر میشه یا نه؟ این سوال نظر. اگر دت آ صفر باشه دت بی هم صفر باشه، اون وقت دت آ به علاوه بی هم صفر میشه یا نه؟ هر کی جواب داد 1000 تومن جایزه میگیره. ها سوال دیگه پیش میاد، میگم آقا این صفر شده اونم صفر شده، حالا اگه جمعش میکنیم هم صفر میشه یا نه؟ n کامیار n کپیتال n n. سر امتحان بر کاردینی بنویس n. خب آقا نه نمیشه دیگه، نمیشه. خیلی 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 ساده هم میتونیم بفهمیمش. یعنی من میگم مثلا 1 2 3 0 0 0 یه ماتریس، بعد اینو مثلا به علاوه کن با 0 0 0 1 2 3. نه این دوباره صفر میشه، ولی مثلا 1 2 4 مثلا. میدونی؟ آره مثال نقض میزنم دیگه، دارم مثال نقض میزنم، یا همیشه اینجوری نیست. ولی تو وکتور اسپیس علی باید همیشه اینجوری باشه، هر دو تا وکتوری رو که ما جمع بکنیم باید توی وکتور اسپیسمون باشه. بعد این دوتا این دتش صفره، این هم دتش صفره، ولی جمعشون صفر نمیشه دیگه، جمعشون میشه 1 2 3 1 2 4 و اینا مثلا یه دترمینانی دارن دیگه. حالا میتونی بری حسابش کنی، من با این کاری ندارم. خب البته گفته بود 2 در 2 دیگه، من 3 در 2 2 در 3 نوشتم، یه ذره چیز شد. اینو حواس باشه، بعدا ایراد نگیر ازم. و این چون این شرط درش برقرار نیست، وکتور اسپیس نیست دیگه، خیلی ساده و مبرهنه. این آخریه چی میگه بچه‌ها؟ آخریه یه ذره بهتره دیگه. نگاه کن شما ترانسپوز که مثلا رو جمع و تفریق که به نظرم ایراد نمیذاره، یعنی کاری با اون نداره. شما اگر آ داشته باشی به علاوه بی، بعد اینو ترانسپوزش بکنی میشه آ تی ب تی دیگه. بعد این دوتا که عضو چیز بودن، عضو این
چی میگن وکتور اسپیس همون بودن، خب جمعشون هم شد، یعنی مشکل خاصی نداره. ضرب هم همونطوره دیگه، شما در حالت کلی ضرب میکنید یه عددی رو توی ماتریس، میره دونه دونه توی درایه‌اش ضرب میشه. خب حالا این چه فرق این چه فرق میکنه براش که این ترانسپوز باشه یا نه؟ یعنی میدونی هیچ چیزی نداره. یعنی شما این لاندا آ رو اگر تی کنی اشکال نداری که اگر لاندا رو بیارید بیرون و بگید آتی، این صادق. پس این S1 این S تو صفر هم که داره دیگه. خب اگه ماتریسمون صفر باشه ترانسپوزش هم صفره، پس صفر صفر هم توش داره. این پس شد وکتور اسپیس، اون بالاییه نشد. پس این هست. خب دیگه رفتیم ببین بچه، این 7 و 7 و 7 و 8 و 7 و 9 و 7 و 10 همش شبیه همه، فقط چیزه یه فرقشون توی اون تعریف وکتور اسپیس هست و اینا همش یکی. ببین میگه the trace of matrix، داره تریس ماتریس تعریف میکنه. تریس ماتریس یعنی جمع درایه های روی قطر اصلی. میگه اثبات کن که set of entire matrices with zero trace is a vector space. یعنی اگه چیزمون شد، میگه که یاد رفت اولی رو بگی بعد اولیه دوست عزیز، اولیه گفتیم که صفر که توش داره، خب صفر بدیم میشه صفر. این از بعد من اومدم جمعش کردم دیگه، گفتم اگه جمعش کنیم جدا جدا پی یک صفر میشه صفر، پی دو صفر هم که میشه صفر. خب پس صفر دیگه جوابش. این مثل همین چیزیه که داشتیم در کار. ضربش هم همینطور دیگه. شما یه لاندا داری، این لاندا میاد بیرون، لاندا میشه پی یک صفر. خب این که صفره، لاندا ضرب در صفر هم میشه صفر دیگه. این مدلی داستانش صفر دیگه، صفر ضرب در هر چی بشه جمع با صفر بشه صفر. خب آقا 7 چی میگه؟ ترس تعریف کرده، میگه پروف داده set of entire matrices with zero trace is a vector space. این میگه ما اون ماتریسایی که تریسش صفر میشم یه دونه چی هن؟ یه دونه وکتور اسپیس هن. خب اینا اول ما ریاضیوار بنویسیم، بگیم که مثلا v مساوی چی دیگه. v مساوی یه آی در فضای n در n، نه این که اولش. حالا این آی چه شرطی داره؟ تریس آ باید بشه صفر، درسته؟ تریس آ میشه صفر. خب بعد حالا چیکارش باید بکنیم؟ الان باید بریم دونه دونه اون سه تا شرط توش عملی کنیم. خب اول این که معلومه اورژینو که داره بچه، یعنی صفر ماتریس صفر تریسش هم صفره دیگه، ها قبول؟ این از بعد حالا میمونه جمعش. یعنی شما بیا بگو تریس، رنگ عوض کن، تریس آ به علاوه بی. خب میتونی بنویسیش تریس آ به علاوه تریس بی دیگه، نه؟ چون تریس این خاصیت داره دیگه، شما روی قطرت مثلا اولین درایت اینجوری باشه به 5، اون یکی اولین درایتش باشه 10. خب اینا 5 رو با 10 جمع کنی میشه 15، 5 رو با 10 میور جمع کنی میشه 15 دیگه، دو تاش 15. این شرط داره، اینا هستن اونجا. وقتی که میگه اینا صفر باشه پس اونا هم با هم دیگه میشن صفر. حالا اینا اگه دوست دارید میتونید بنویسید، شاید زیاد چیز مهم نیست. این از بعد حالا مثلا اینم تریس دوباره لاندا ضرب در آ. خب آقا آ تریس آ بودش، چون تریس این خاصیت رو داره بچه میارمش بیرون ها. یعنی ما میتونیم بگیم که بعداً تریس یک فانکشن خطیه. حالا فانکشن نه، فکر کنم یه اسم مثلا لینیر مپ یه چی همین چیزی بذاریم روش بهتره. شاید هم یه مثلا چی جابجایی خطی چون خطیه من اینجوری میتونم بیارمش بیرون، میتونم اینا رو با هم دیگه جمع و چیزش کنم. ولی خب لاندا تریس آ که صفر بود، خب صفر هم ضرب در هر چی بشه میشه صفر دیگه و اینم دوباره توی این هستش. خب این 1 و 2 3 تا شرطش درست شد، پس وکتور اسپیس هستش. این هست. آقا بعدی این بعد میگه که ماتریس سیمتریک یعنی ماتریسی که اگه ترانسپوزش کنم باز همونه. یعنی این 2 در 2 سادهش میشه بی بی سی. ببین اینو ترانسپوز کنیم دوباره همونه، این آ تی مساوی آ. خب میگه این حالا اینایی که پروف داده ست آف این تی داره اینجا، این دارن سیمتریک ماتریس چیز وکتور اسپیس. خب از به نظر شما یعنی وکتور اسپیس هست اینا یا نه؟ اینو حالا همینجوری
فکر کرده ماتریس های ترنسپوز، یعنی ما اگه یه سری ماتریس ترنسپوز داشته باشیم اینا میتونن یه وکتور اسپیس درست کنن برامون. همینجوری نظری، واسه اینکه نظرم نداریم. خب آقا ببین صفر صفر که داره دیگه، یعنی ماتریس صفر 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 ترنسپوزش میشه صفر 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 مثلا. خب این اورجینه اونم اورجینه، پس این شرط صادق. خب بعد میای میگی که مثلا این آ تی، نه آ به علاوه بی تی، خب این میشه آ تی به علاوه بی تی دیگه، نه چون که میشه اینجوری. پس این که توی وکتور اسپیس من هست، اون که هست جمعشون هم هست دیگه، اینا با هم دیگه این جمعشون هم هست. و اینم این شرط. اون یکی شرط هم که خیلی ساده دوباره دیگه، دوباره لاندا آ تیش میشه لاندا تا آ تی که اینم توی اون داستانمون هست. پس اینم این دوستمون هم وکتور اسپیس هستیش. قلم نمی نویسه دوستان عزیز، قلم نمی نویسه. چیکار کنیم؟ قلم نوشت. خب اون از پایین میگه این طرف اسکیو سیمتریکه. بچه این اسما رو الکی رد نکنید، اینه که بفهمید این ماکسا چه نوماتیسی ان دیگه. خب اسکیو سیمتریک خیلی بالاتر از بالایی است، یعنی این آ بود ب بود ب بود سه دیگه، این تا اینجا سیمتریکش. اسکیو میاد میگه که آقا شما یه آ، یعنی آ دیدی آ، اسکیو میشه آ، یه منفی میذاره پشت اون چیزی که حالا داریم میبریمش بالا، یعنی قرینه میشه. این اگه آ باشه ترنسپوزش میشه آ و سی که همون جان منفی ب و ب. بعد اینو اگه ضرب در منفی شما بکنی میشه همون آ خودمون دیگه. این تعریفش این بوده. خب اینم بهش میاد که وکتور اسپیس باشه دیگه، چون سیمتریک که بود حالا یه ضرب در یه منفی شده دیگه، چیز خاصی نشده دیگه. منفی هم حالا که حالا با ما کاری نمیکنه. خب پس ببین من میام میگم که این اورجینی که توش داره باز، خب صفر 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 ترنسپوز و قرینش میشه همون صفر دوباره. اینا برای اینکه بهتر متوجه بشیم بچه‌ها، اینا اگه مثبت کنیم منفی رو بیاری اینجا بهتره، یعنی بگید که آ مساوی باشه منفی آتی که یه بار یه عمل انجام بدید بشه. خب بعد مثلا بیا این میشه منفی این آ به علاوه بی، اینم تی. میخوام ببینم این توی این سیستم هم هست یا نه. خب ببین این تی ها که جدا جدا میرن، یعنی میشه منفی این آتی به علاوه بت، این از این، بعد منفی هم که اون میره دوباره توش دیگه، یعنی منفی آتی به علاوه منفی به علاوه نگیده انهای بت. خب اینا این دوتا که توی اون وکتور اسپیس هم بودم، خب این هم که هست. من دارم برعکس میام و بچه در واقع باید از این ور بیام اون ور، ولی خب این شکلیش خیلی راحت. خب ضربش هم همینطور دیگه، دوباره منفیه این لاندا آ، اینم تی، دوباره منفی لاندا که اینجا در واقع لاندا رو بذار بیارم اینجا، لاندا ضرب در منفی آتی، اینم دوباره رواله، اینم رواله، اونم که روال بود رواله. خب آخر یه باز سوال خوبیه بچه، اینو دیگه ایست میکنم روش من تا ببینیم که چه میکنه. ببین میگه for which choices of، اولا که سوال که ندادم بالایی، نه خیلی هم خوب. میگه for which choices of A که A عضوی از Rn در N the set B، ببین میگه B جزو این Rn باشه دیگه. خب بعد A B ضرب در به A، اینم شرطش، یعنی این دوتا با هم برابر باشن. به این میگفتیم چی میگفتیم؟ به این کامیوتیتیو کامیوتیتیو فکر کنم دیگه، اینا که برمی دو سه تا سه دوتا میشد کامیوتیتیو فکر کنم. آره ایز وکتور، یعنی این باید ببینیم که برای چه انتخاب هایی از آ این وکتور اسپیس، نه این ببینیم که چه انتخابایی میشه. به نظرتون چی میشه بچه‌ها؟ چی ضرب کنیم توی این که این شرط صادق باشه؟ میگم ببین بیمون ثابته، خب بی رو من هر چی دلم بخواد میخوام بذارم. به جای آ چی بنویسم؟ که این صادق باشه؟ صادق اسم پدر دانشجوی من صادق.
چی بذاری به جای آ؟ اصلا شما بیا فکر کنین عدد، فکر کن عدد، ماتریس نه، فکر کن عدد. میگم آقا من چی ضرب کنم این آ، این آ مجهوله دیگه. میگم آ رو ضرب کنم در چی؟ یعنی ضرب کنم در مثلا یه، مثلا من عدد دیگه، این عدد. یعنی بیا بگیم آ ضرب در بی، خب مساوی بی ضرب در آ. آقا شما چی میذاری به جای آ که این معادله درست بشه؟ الان هر چی بذاری درسته، ولی یه چیزی بذار که آ نباشه، یعنی عدد دیگه. این بچه ششم دبستان الان بلده. چی نوشتی علی؟ آ منفی یک. یعنی چی ضرب در بی بشه میشه بی؟ یعنی خیلی دیگه. تو فکر کن عدد الان مهران جون. شما عددشو بگو ببینیم چی میشه. به جای عدد چی بده؟ یه عدد بگو. آها دیگه. با جلبک هم که اینو دیگه میدونه دیگه. آقا هر چیز ضرب در یک میشه خودش. ها آیدنتیتی. آفرین دیگه. ماتریس هم میشه آیدنتیتی. یک توی ماتریس یعنی چی؟ یعنی آیدنتیتی. اینم که هست. خب پس آیدی ساده تری چویس داده بهمون دیگه. میگه خودت انتخاب کن دیگه. خودت انتخاب کن. خودت هر چی دوست داری انتخاب. یک انتخاب میکنی. ها اگه گفته بود مثلا چی، هر چیز دیگه هم گذاشته بود میتونستی یک، مهم نیست که. یک برمی‌داریم دیگه. این که مهم نیست. خب حالا بعد توی ماتریسا این اتفاق میفته که این میشه آیدنتیتی. یعنی الان آمون یه قسمت آیدنتیتی داره. خب مثلا آی انی داره. چرا میگم یه قسمتی؟ این خیلی مهمه دیگه. به این قسمتش دقت کنید که میگم قسمتی. چون که این ضربه دیگه بچه‌ها. توی ماتریس هم عدد میتونستیم ضرب کنیم. یعنی الان مثلا میگم اگه 10 تا آیدنتیتی باشه، ها این 10ش میاد پشت اون دوتا دیگه، اتفاق خاصی نمیاد. دوباره همین ضرب در 10 میشه، همون ضرب در 10 بازم با هم برابرن. ولی مثلا شما نمیتونستی یه ماتریس دیگه بذاری پشت این آیدنتیتی دیگه، اون دیگه خراب میکرد کار. ولی عدد اشکال نداره. یه عدد مثلا یه لامدایی میذارم اینجا. لامدا هرچی هم دوست داری بذارش. این ساده ترین چویسیه که میتونیم انتخابش کنیم دیگه. دیگه سوال چیزی نخواسته؟ نه دیگه، فقط گفته اینو اثبات کن. که اثبات کردنش دیگه باز چیز جالبی نیست. میتونیم حالا بیا بریم سراغ چیز. بریم سراغ جوابش. جوابش هم سخت توضیح داده بچه‌ها. این اومده گفته خب این اونو انتخاب کرد، این آ رو انتخاب کرد، این چویسش رو انجام داد. بعد اومد گفت که این شرط، این آ منفی یکم که اینه، معکوس آی ان که میشه خودش، معکوس آ هم شده یک آ. آها اینو از کجا آورد؟ مگه شرطمون نبود آ ب آ ب آ ب مساوی ب آ؟ اومد اینو چیز کرد، ضرب این آ رو آورده اونور. اگر که چیز باشید آ رو آورده اونور، یعنی از این ور ضرب کرده تو چپیه، میشه شده آ بی آ منفی یک مساوی بی بشه. بعد حالا این بیمون مجهولمونه دیگه، مثلا بعد بشه دوباره اینو میاد باش با اون دوتا بازی که ما میکردیم و میکنه. یعنی یه بار میاد جمع میکنه، یه بار میاد ضرب میکنه. خب اینجا اومده جمع کرده، یه بی یک و بی دو رو با هم جمع کرد، جواب آخرمون هم بعد بشه بی یک بی دو دیگه. اومده حالا فاکتور گرفته، این آیدنتیتی رو فاکتور گرفته، ضرب کرده توش، به جای بی نوشته آ. از این صحبت ها تهش شده دوباره بی یک به علاوه بی دو. بعد میگه so the set is closed under linear combination. linear combinationش بس اوکی، یعنی اینا جمعشون اوکی شد. موند اون ضربه دیگه. ضربه دیگه خیلی ساده است دیگه. ضربه همجوری عددش میپره اون پشت و میشه همون لاندا بی دوباره که همین تو بود. بعد حالا این پایینه این جمله هاش هم خوب مهمه دیگه. میگه close under scalar multiplication. یا خدا multiplication. آره زبون ما گرفت.
تمام شد دیگه بچه‌ها. امروز 6 3 نه 3 6 2022 و این تمام شد، فینیش شد. خب درود بر شما بچه. اگه سوالی ندارید، اگه سوال دارید بپرسید، اگه هم نه که مراقب خودتون باشید، درس بخونید. خدا یار و نگهدار همتون.